سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امروز تصمیم گرفتم که یه ویدیو براتون تولید کنم، یه ولاگ از خریدای روزم برای باشگاه. در طول یک هفته قرار این مواد غذایی رو مصرف کنیم، یک هفته الی 10 روز، که واسه باشگاه حسابی تغذیه خوب و سالمی داشته باشیم. بیاین همراه من باشین، امروز رو بریم بهتر کنیم، ببینیم اوضاع چطور پیش میره. چرا بریم خرید کنیم واسه باشگاه، واسه اینکه به تغذیه‌مون برسیم، ببینیم که چیا دستمون میاد. فکر میکنم بریم یک سینه مرغی بخریم، یک چه میدونم نونی بخریم، برنجی بخریم، حتی ماکارونی بخریم، که اینها تغذیه یه هفتمون رو تامین کنه واسه باشگاه و حسابی آماده پروتئینیزه باشیم. قشنگ حالا اصطلاحات خنده‌دار پروتئینیزه. آره، و بریم واسه باشگاه. مهمترین اصل توی باشگاه رفتن تغذیه است، یعنی 60% تغذیه است، اگر 40% تمرین درست باشه، که ایشالله تمرین اصولی رو هم کنار هم انجام میدیم، ویدیوهاش هم میگیریم و با هم لذتش رو میبریم. بریم سراغش. هم مسیریه که من دارم میرم به سمت خرید، حالا مسیر مارکت. اوه بنده خدا اصلا یه لحظه رفت. حالا درسته دیگه، باش. خلاصه داریم میریم به سمت مارکت. اونجا همونطور که میبینید مارکت دانشگاهمون است و ما هم داریم میریم تا اونجا رو ببینیم. اوه بچه اینجا رو ببینیم، این ماشین طوفانی 3063 هستش AMG. ببینیم گرشی میکنه. اینجا موزه ماشینمون هست، موزه ماشین دانشگاهه. شاید بگم بالغ بر 20 میلیون دلار ارزش این موزه است، حتی بیشتر. و خواستم بهتون بگم اگر یه روزی مثلا از این موزه هم بریم ولاگ تهیه کنیم، حتما با من تو کامنت ها به اشتراک بذارین این مطلب و ببینیم اگه تعداد کامنت ها به تعداد 100 تا برسه، درخواستا، قطعا یه روز میرم تو همین موزه ماشین دانشگاه. از ماشینای خدا خفن، قدیمی، جدید، هر چی بگین داره. مازراتی، پورش، بی ام و، بنز، خفن تریناشو داره، جدید و قدیمی. میریم میبینیم و ارزش ماشیناش میگم اصلا میلیون دلاریه، خیلیه ارزش ماشیناش بالاست. خلاصه بریم به سمت مارکت و اوضاع رو ببینیم چطوریه. کم باید سریعتر بریم، تایم نداریم. اینجا هم ببینیم بچه ها، قبلا باز واسه فارغ التحصیلی اینجا جاییه که حالا اینجا مسجد دانشگاهه، اینجا مارکت دانشگاهه. اون سمت رالی میذارن، پیست رالی و نمیدونم مسابقات دریفت میذارن با ماشینای مثل نیسان جی تی آر و اینجور چیزا. اینجا باشگاهه بچه ها. اینجا قرار جایی باشه که ما آیندهمون رو اینجا میسازیم. آینده ما تو همین لحظه ساخته میشه. خیلی جمله سوسماستیه ولی خب دیگه دقیقا همینه. اینجا هم قبلا، حالا چند وقت پیش کریسمس بود و سال نو بود، واسه سال نو میلادی اینجا رو چیده بودن، خیلی خوشگل شده بود. اون وسط یه درخت کریسمس بزرگ بود. فکر کنم هنوز یه درخت تو داخل خود مارکت باشه. بریم ببینیم اونجا چطوره. اینجا هم ببینین خیلی هوا خوبه، جای همه خالی. خب بریم تو مارکت و ببینیم اوضاع چطوره. درخت هم برداشتم. اینجا همونطور که میبینیم مارکته و کلی چیز میذاره. این ور گلاشه، نمیدونم این ور تجهیزات خونه است و لوازم خونه و اینه هاست. بریم به سمت خریدمون که میخوایم حالا شامپو بخریم و چیزای قوی. بریم ببینیم اوضاع چطوره. خب من اینجا یه شامپو رو فقط استفاده میکنم و خیلی دوستش دارم، شامپو قوی هم هست، اونم اینه، پالمولیو. حالا این مدلی اصلا قسم تبلیغ نیست ولی خیلی شامپو خفنیه، شامپو بدن خوبیه. اینو برداریم و یه چیزی هم یادمون رفت، از این چرخ‌ها برداریم. بریم اول چرخو برداریم باز برمیگردیم. خب بچه ما چرخو برداشتیم،
بریم سراغ خریدای ریزمون واسه امشب و کلا امروز. البته من امروز غذا دارم از قبل ماکارونی، ولی دیگه واسه قبل باشگاه، واسه بعد باشگاه باید آمادگی لازم رو داشته باشیم. میتونم ببینید اینجا لوازم بهداشتیشه، مسواک کنیم و خمیر گندم و اینا ها، این ور روغن و خوراکی و اینا ها. بریم دوباره یک برنج برداریم با این ماکارونی. نظرتون چیه؟ اینجا برنج ایرانی متاسفانه نیست و ما مجبوریم برنج مشابهش رو برداریم. این برنج پاکستانی که ما برمیداریم. اگه خواستین قیمتش هم بدونین بهم حتما تو کامنت ها بگین که راجبش باهاتون صحبت کنم. و ماکارونی هم من خودم ماکارونی گوش ماهی رو از بچه خیلی دوست داشتم و همونو میخوام بگیرم این دقیقا، اگه درست بگم. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. و تون ماهی چیزی که واقعا مهمه به نظر من. تون ماهیه که معمولا آدم ها میگیرن خاطر اینکه خیلی خوشمزه و ساده است، اما تون ماهی دوست دارم متفاوت تر از این حرف. بریم یه دور بزنیم بعد تون ماهی رو برمی‌داریم. بعد شروع بچه‌ها چند تا چیز خیلی مهمه دیگه تو تغذیه یک کسی که میره باشگاه ورزش میکنه. کلا حالا نه صرفا باشگاه بدنسازی، هر ورزشی، اینکه پروتئین برسه به بدنش. اگه میخواد حجم بگیره حتما کربوهیدرات لازم هم برسه که ما هم برنج برداشتیم هم ماکارونی. الان پروتئین من سینه مرغ انتخاب میکنم با تون ماهی این دفعه، و اگه سینه مرغ نداشت حالا یه چیز دیگه برمی‌داریم، ولی سینه مرغ هم داره. سینه های مرغ رو به وفور برمی‌داریم و میریم سراغ ادامه داستان. امروز هم تاریخ داره، خوبه، تازه است. میریم سراغ ادامه داستان. گوشتاشو داریم میبینیم که حالا من امروز اصلا نمیخوام گوشت بگیرم، شب روش خوردیم و گوشت جذابی داره، خیلی تازه است، خیلی باحاله و امیدوارم که یک روز اگه دوست داشتین راجع به گوشتاش هم ویدیو تولید کنیم، مثلا یه غذای خیلی خریدش تا تولید تا پختنش رو براتون بگیرم. خیلی حال میده، قطعا خیلی حال میده، قطعا حال نکنه. خب بریم سراغ تخم مرغ هم اینجا داریم. خب من پیشنهادم با این بزرگاست که خب جواب میده، قشنگ یک ماه کامل میتونه جواب باشه. یه بزرگ برمی‌داریم که نخواد هی بیایم تخم مرغ بخریم هر روز یا هر 2-3 روز. در ادامه میریم تون ماهی اونور برمی‌داریم. الان یه کمی شلوغ اونور بعد خلوت‌تر شد، میرم برمی‌دارم. خب بچه‌ها بریم سراغ تون ماهی محبوب دلها، چیزی که من خودم خیلی دوست دارم، تون ماهی دودیه. و یک نکته جالبی که روش هست، میزان پروتئینش رو روش نوشته، رو بسته‌بندیش این تون ماهیه که روش نوشته 42 گرم پروتئین داره، پروتئین بیشتر اشاره کرده. خودش مثلا 130 گرم فکر می‌کنم، 42 گرم و این خیلی نکته رو جذاب می‌کنه. تون ماهی میگم پروتئین 42 گرم تون ماهی. خب بریم سراغ یکم سیفیجات، به قول گفتن چی میگن، سیفیجات میگن. بریم برداریم سیب زمینی برداریم و کار جمع یه سیب زمینی هاشه. سیب زمینی رو برداریم. میوه دیگه داریم تو خونه، موز و سیب و اینا، کیوی داریم، سیب و کار داریم. خب ما سیب زمینیمون 4 تا سیب زمینی برداشتیم. شد چقدر؟ 34 لیتر. نمیدونم چه گرون شد. 34 لیتر واقعا واسه 4 تا گرونه ارزونه؟ شما بگین تو کامنت ها، ما که نمیدونیم. خب بریم سراغ چی دیگه. بچه‌ها یه چیزی که میخوام بهتون بگم، اصلا موقعی که میریم باشگاه، اصلا من خودم که اهلش نیستم، شما هم اهلش نباشین، نمیگم چیه. خب میریم ادامه میدیم.
بریم یک پنیر خیلی باحال ورقه‌ای بهتون معرفی کنم. پنیر گاو خندان، هپی کاو. من عاشق این پنیرم. ببین اصلا هرچی از عشقم نسبت به این پنیر زیبا و جذاب بگم کم گفتم، ولی امروز نمیدونم بخرم پنیر گاو خندان یا نه. اینو اگه میتونستم تو کامنت ها ازتون میپرسیدم، ولی خب تا ویدیو ادیت بشه و برسه به دست شما 1-2 روز زمان میبره. پس آره، پنیر گاو خندان رو من نمیخرم امروز. شما بگین آیا باید میخریدم یا نه. و بریم سراغ ادامه ماجرا. میخواستم اون لحظه اینو بهتون بگم، اگه اومدین بریم ورزش کنین دیگه تحت هیچ از اینا نخورین، تحت هیچ شرایطی الکل نخورین. سم واسه بدنتون، میترکونتون، سلولای بدنتون رو خراب میکنه، به معده، به روده، به کبد، به چه میدونم حلق و همه دستگاه گوارشتون و مغزتون، همه چی آسیب میزنه، جذب مواد رو کم میکنه، ضعیف میکنه بدنتون رو. اصلا الکل نخورین. من دنبال نصیحت کردنتون نیستم، اصلا فاز دینی مذهبی هم بر نمیدارم، ولی الکل به بدنتون آسیب میزنه. هر کی هم گفت نه نمیزنه کمش خوبه، بریزید دور این حرفا رو، به درد نمیخوره. این حرفا قدیمی شده واسه من و تویی که داریم با علم امروز کار میکنیم. اصلا بهش فکر نکن، اصلا دنبال الکل نباش که زندگی تو خراب میکنه. به خصوص که تویی که میخوای اقدام کنی، بری ورزش کنی، بری باشگاه، چالش اجرا کنی، زندگیت به هم میریزه اصلا. خب بچه یه چیز خیلی جالب میخواستم بهتون نشون بدم و بریم دیگه از مارکت. کار ما جمعه اینجا، کارمون تموم. غذا سازا، یعنی هواپزا، ایر فرایر بهش میگن. من شنیدم خیلی چیز باحالیه، خودم هنوز نگرفتم. یکی از دوستان پویا هست، اون گرفته، خیلی راضیه. سرعتی که توی پخت غذا بهش میده رو چند برابر میکنه. خب مثلا تو وقت نداری، 10 دقیقه بهت غذا تحویل میده، 10 دقیقه بهت غذا میده. غذای سرخ شده و سالم، یعنی سرخ شدنش بدون روغنه و با فشار هواست، مثل فر میمونه تقریبا. این چیزی تو همین مایه ها میمونه، فر مثلا سرخ کنه، مثل همچین چیزی میشه. تو فکرمه برم بگیرم. شما نظرتون رو راجبش بگین تو کامنت ها، اگه کسی داره استفاده کرده بگین آیا خوبه یا بده. الکل چیز بدیه، اصلا بر نداریم الکل، اصلا نخرید. شوخی میکنم، من اصلا نمیخوام این کارو بکنم. بهتون بگم که الکل چیز بدیه. بریم حساب کنیم و خداحافظی کنیم با این مارکت جذاب. چرا رفتیم حساب کنیم، بعد اومد نون نخریدم. یکی از دوستای خارجیمو دیدم اینجا که خواستم بهتون نشونش بدم، اونم داشت میرفت به سمت باشگاه. بهش گفتم که بیا تو ویدیو من به بچه‌ها سلام کن و نمیدونم روحیه بده، بگو بریم باشگاه فلان. گفت که نه من نمیتونم، من روم نمیشه جلو دوربین، اصلا کار من نیست. گفتم حل حاجی، برو خوش باشی. بچه‌ها نون ایرانی هم که باشی حتما باید نون ایرانی بخری. به 3 تا چیز بچه‌ها خواهش میکنم خیانت نکنید. مال 28م، امروز هم 28م دقیقا تولید روزه. لواش ایرانی غنی شده با سبوس. به 3 تا چیز خیانت نکنید. یکی دوست دخترتون یا نامزدتون یا همسرتون، 2 آرایشگرتون و 3 نون ایرانی. تحت هیچ شرایطی به این 3 تا چیز خیانت نکنید. البته به هیچ چیز خیانت نکنید، ولی به این 3 تا چیز اصلا خیانت نکنید. بچه‌ها به منم خیانت نکنید دیگه، این ور نرین، اصلا این سمت نرین خیانت میکنید. مربی اولویته، کوچ، کسی که از تو مربا میسازه، اصلا این کارو نکنید. برین راجبش فکر کنید، راجب حرفایی که میزنم. قطعا حرفای درستی دارم میزنم، شک نکنین. حالا شاید بعضیاشو در قالب طنز بگم، ولی اصلا این اشتباه رو نکنید. بذار از اینا هم بهتون نشون بدم بچه. این عشق من، این خوراکی عشق منه. حتما بگیرین تو میان وعده هاتون بخورین. کسایی که میخوام وزن اضافه کنن خوراکشون. یک بستنی هم گرفتیم به خاطر حالا جایزه خریدمون بود.
و بریم به سمت خونه تا آماده بشیم. اینجا هم مارکته که راه نمیفته گویا الان حالا پس راهی هم نیست دیگه، ذاتاً 5 الی 10 دقیقه پیاده رویه، بسته به سرعتمون داره. بریم که برسیم به کارهای روزمون. بچه کم کم نزدیک خونه شدیم یا همون بیمارستان. اگه نمیدونین من بالای بیمارستان زندگی میکنم، یعنی داخل خود بیمارستان طبقه آخرش و حالت خوابگاه طوریه. جا هم خواستم بهتون نشون بدم قبل اینکه برسیم، چون اومدنی ندیدین. اینجا دریاچه دانشگاه، خیلی مکان جذاب و باحالیه، واقعا دلنشینه. اصلا رنگا رو ببین، من واقعا خودم الان فکر میکنم تو کارتونا دارم زندگی میکنم، حالا شما رو که نمیدونم. خیلی خدا رو شکر هوای خوبی داره اینجا و هر چیزش بد باشه من واقعا از هواش راضیم. اونجا هم بیمارستان، اون ساختمون وسطیه. بریم ببینیم که امروز رو چجوری قراره بتر کنیم. شما هم بتر کنین دیگه امروز رو. برین خریدتون رو بکنین واسه غذا. اصلا نیاز نیست خرید خیلی خاص و زیادی باشه، با کوچکترین چیزها میتونین به تغذیه‌تون اهمیت بدین، به تغذیه‌تون بها بدین. فقط کافیه بابتش فکرتون رو از قبل جمع کرده باشین، تمرکز کرده باشین روش و آماده باشین. اصلا نیاز نیست خیلی چیز زیاد و کمالگرایانه‌ای باشه. کوچکترین کار، کوچکترین قدم میتونه شما رو تو رسیدن به موفقیتی که میخواین کمک کنه. من خودم از قدم‌های کوچیک شروع میکنم همیشه و همیشه با قدم‌های بزرگ در نهایت مواجه میشم و نتایج خیلی خفن و بزرگی میگیرم. پس شما هم همینجوری اقدام کنین. نمیگم این تنها مسیر موفقیته، خیلی‌ها یه دفعه‌ای موفق میشن، خیلی‌ها از قدم‌های کوچیک کوچیک شروع میکنن و در نهایت موفق میشن. اما قطعا قدم‌های کوچیک خیلی میتونه بهتون کمک کنه. تا کم نگیرین قدرت استمرار رو و از همون لحظه‌ای که میخواین شروع کنین سریعتر و هی کار امروزتون رو نندازین به فردا، بگین خب نه حالا امروز تخم مرغ نشد بخورم، فردا میخورم. امروز پروتئین نشد دیگه اصلا نمیرم باشگاه. برو اصلا باشگاهت هم برو، تغذیت کم بود برو باشگاه، به جاش برگشتی بیشتر تغذیه کن. تمرینتو یکم سبکتر بزن، سریعتر تموم کن، به جاش برگشتی تغذیه بهتری رو انجام بده. اینجوری نکن که چون این کارو نکردم اون کارم نمیکنم، یا چون این کارو کردم پس این کارم میکنم. اصلا به خودت این اجازه رو نده. خیلی اینجوری هن که چون الکل خوردم پس باشگاه هم نمیرم. نه، همه این کارا با همه. سعی کن با خودت مهربون باشی و به نتایج مثبت خودتو نزدیکتر کنی. قطعا یه روزی میرسه که به این حرفا میرسی. قطعا اون روز اول خودتو بعد من دعا میکنی و میگی که چقدر خوب شد که این کارو انجام دادم، به حرفش گوش کردم. بچه‌ها بریم بالا تا یک صبحونه‌ای بزنیم، بعد در ادامه میبینمتون. چقدر خوشگلم هست. سلام، چقدر شما خوشگلی. نمیدونم میتونین ببینینش یا نه. آخه رنگ سیاه این با رنگ چیز مطابقت نداره. بعد یکی همون پشت نشسته. خیلی باحالن اینا. رسیدیم خونه، بشینیم سریع تخم مرغ چیزی بخوریم که بریم سراغ تحصیل چرا؟ نه، بریم سراغ کارامون. آره قرار چند تا ویدیو باحال براتون ضبط کنم. قبلش 2 تا کلاس دارم که اون 2 تا کلاس رو باید شرکت کنم حتما و بعدش کارا رو براتون ضبط میکنم. پیج و کانال یوتیوب سولان پیکچر رو حتما دنبال کنید، به دوستاتونم معرفی کنید. قرار از این لحظه به بعد که دارین این ویدیو رو میبینید مختون رو منفجر کنم با ویدیوهای باحال. حالا امروز هم فیلم بردار نداشتیم، اصلا هیچ کس نبود، خودم تکی گرفتم. یک نشونه برای اینکه کمالگرایی رو بذارم کنار. امیدوارم ویدیوی خوبی شده باشه. مطمئنم شما هم خوشتون میاد. نظرتون رو تو کامنت ها به هم بگین. با لایک و سابسکرایب یعنی دنبال کردن این کانال میتونین از من حمایت کنین. خیلی ممنونتون میشم و تا دیداری دیگر بدرود. البته
در ادامه روز قرار بریم باشگاه و از باشگاه هم براتون فیلم میذارم. بچه ها ببینین کی اینجاست. یکی از دوستای نزدیکم، امیر مهدی، که البته دکتر اینترنه. اومدیم باهاش قدمی بزنیم تا مارکت رو یک حالا هوای عوض کنیم بعد از کارهای روزمره خونه و بعدش بریم یه چیزی بخوریم و بریم باشگاه. امیر سلام. سلام. امیر اوضاع اورژانس چطوره؟ خلوت. اینجا اورژانسش کلا خلوته. امیرم هنوز یخش نشکسته جلو دوربین، بعدم بشکنه باز بیشتر صحبت میکنه. بریم به سمت مارکت یکم قدم بزنیم با امیر و گپ و گفت کنیم. با ما همراه باشیم. چه هوایی امیر، هوا چطوره؟ عالی. چاک گذر. ما فارسی خیلی خیلی کم. واه آسمون رو نگاه، اصلا عجیب خوشگله، شاهکاره. اینجا دانشکده دندونه، اون ور باز دانشکده داروه. خب بریم آقا. صبح امیر داشتم از اون ور رد می شدم اونجا، بعد یه ماشین سیاهی بود داشتم رد میشم، یه شیشه‌ش هم پایین بود. بعد یه دفعه رومو کردم این ور، دیدم تو ماشینه یه سگ سیاهه. ببین انقدر از سگ سیاه، انقدر سگ سیاه بود و وحشتناک بود. ببین من اینجوری شدم، ترسیدم، پریدم و رفتم اون ور. یه دفعه سگم همون لحظه شروع کرد به واق واق کردن به سمت من. از خیلی وضعیت ترسناکی بود واقعا. ولی تو آسمون رو ببین، آسمونش این موقع روز واقعا خداست. اگه عکس گرفتی برای منم بفرست لطفا. دست در نکن. خیلی خوبه آسمونش این موقع.